که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت‌های ممکن جمعه‌های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زنی او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن، که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. چی فتنه های کلان کردند، چگونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندند. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گو رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعداً اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند، من این عمل انجام دادم. بین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز
بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدند سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه نه جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش را هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاک توب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد یا ما شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای حمام بر آمدن و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردند.
این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعد، این سخن عمر است. بعد آنه که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت یعنی نگاه کند، انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنید. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسب ها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمی توانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمده است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید. برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مومن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بین گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست. با او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چی کار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا
هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیشت دست زنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت. اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند، اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار می بودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادرها را خدا نگه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوک نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کامل را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودند که یعنی گوشت خوک خوردن، امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی هست، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باکی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که
در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنید، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوب، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوب میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوب میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن باز در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوب میخورد است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد. یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر را به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند، فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان می خوانند و بعضی اشان نمی خوانند. می گویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا با این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاده اختیارم کرده باشند برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امر هست که شما به خواندنش ثواب
به نخواندنش گناهگار نمیشویم، لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است. باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه. نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر که این معلوم است وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ کی هست وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این ده کلمه قبیح نیست، از این ده کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنند. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پرگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا آنها را هدایت کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوالی دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم، در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهگار میشوم یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتان التماس کنین، زاره کنین، تولا کنین، اگر اجازت دادن حتمی کاری کنین که آمده جمعه را خوانین. لیکن وقتی که رئیس های شما، سردارهای شما را رخصت ندادن، اجازت ندادن، در گناه شما اونها شریک هستند. و شما می توانید که یعنی بعد ادای جمعه خلیفه جمعه یعنی نماز پیشین ادا کنید. و در باب ناس چند بارها گفتیم که یعنی در دست من یک کتابی هست از یک شیخ عرب، چاپ مدینه هست، که در باب همین مخدرات، چه از سیگاریت و چه از ناس و چه از گیروئین و چه از بنگ و از نشه و از همه اینها صحبت کردگی هست. همه اینها را یک حدیث پیغمبر خدا را دلیل میکند که پیغمبر خدا گفته بود است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام گفت چنین شعار دارد، اسلام ما یک شعار دارد، اما شما دانید، نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعاری تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگاریت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد. لیکن آدمی ناسکش دهانش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش می آید که این بیچاره چی مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زنی همون که نفسی او را چخیل
نفس میکشیده باشد. خودش کو در یک بلا با او زنم بیچاره در زندان دچار شدگی است. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم. سلامتیم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است. از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش همخوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنت هم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبتهای ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب گویید. در خانه گربه داشتن ممکن است؟ ممکن است. اگر در خانه کسی که سگ پیغمبر خدا منع کردند، لیکن اگر در خانه که گربه باشد به گربه اجازت دادند. ناخونی دست و پا را هر دویش را یک جایه گرفتن درست است یا نه؟ درست است. اگر ناخونی دست و پا را در یک مجلس، یعنی در همین روز جمعه، اگر ما و شما تازه کنیم، این سنت است، این بهتر است، این البته افضل تر است. یک کودک 10 ساله را نمازخوان کردن و در وقت نماز سنت را بلند خواندن درست است. بلند البته درست است. برای تعلیم دادن این کودک 10 ساله، یعنی خواندن نماز سنت و خواندن نماز فرض با طریق آواز بلند که تا که کودک تعلیم نماز گیرد، البته جایز است، درست است، یگان ضرر و زیان و گناه ندارد. در وقت نماز فرض بعد از امام سلام دادن با طرف راست و چپ درست است. در نماز در دستت ساعت باشد درست است، درست است.
با ساعت نماز خواندن هیچ گناهی ندارد، لیکن بعد از امام البته سلام میدهیم. بعدی که امام سلام میده السلام علیکم و رحمت الله، شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید، لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهگار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه میشود، اینش باز گناه، یعنی گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور میشوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است همه اینها از صدای قرآن می گریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتان. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بیت در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیست. باور که نوای ما تلفظ کرده نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا می رود یا 2 ساعتی که کینا می رود با چندین زن در همون داخل کینا علاقه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواه در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت‌هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، 6 ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید. در محله ما اگر با جنازه خانهای قطاری 1 سامانی دهند، به حاجیان 5 سامانی می دهند.
آیا این درست است؟ با احترام یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی چی 10 سامانی میدهی، این تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایره رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که باید طلب کند که مرا 5 سامانی دی یا مرا 10 سامانی دی. من ندیدم تا حال و نشنیدم. وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه‌دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن، وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم، اینها برآمدن. اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشت است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه کرده باشند یا 7 داده باشند یا 40 داده باشند یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند. برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کداممان بای شده نمیتوانیم. برای که شکر خدا 10 تا فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه‌ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند. چه عملی زشت است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است. لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود، ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم، مردنش در میلش راضی هستیم، لیکن از معرکش می ترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد، لیکن معرکه ای را چخیلی می کرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که من در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم، فقط همین در خیال ما فقط نان و معرکش میگذرد. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میآوریم پس انداز کردیم برای پدر و مادر من مرده شد. نیست دیگر، ماندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود. اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم. اقلاً 3 بیگینش نابود کنیم. اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی، باور کنیم فقط گپش همین است. بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. حتی که دست به قرضم زدن، از کجا و خیر احسان می شود؟ قرض به قرض خیر احسان کردگی ده، باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخری سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم نشیدیم که از 10 نفر 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق هر روز پنجشنبه.
دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم انشاءالله ما این را از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن، باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده ای که ما داریم به روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دستمان رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره باز با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداش نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداش بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محلمون معرکه توی عروسی برپا شود سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستید. خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردید، در جوانی به سوی خدا رجوع کردید، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن عمل های هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنند. از آن جمله نمی شهتاز. شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند تا جایی که اون محله در خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را یک دختری را میبرند، یعنی بروقتر میبرند تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است. این پول برای شما، این تله و تاراج کردن، یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه ندین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد
که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدن. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدن، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد 14 ماه بود، میگد یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم، پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودن. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودن. السلام علیکم بابای حاجی مرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی قاش را میتراشد؟ نخواه مرد قاش را تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خود باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خود باریک میکردن، دیگرش زنهایی بودن که چهره های خودشان در خال میگذاشتند، دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارد، 3 گوشوار، یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند. کوفه خاموش شد. حمانی باشد از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها اینها به منزله ستاره ها هستند. این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه میدهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها
برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردن، باید که به اونها ما و شما رفتار کنیم، به اونها ما و شما عمل کنیم. و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از اونها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چه انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشتیم، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود. وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود. امروز موعظه‌ای که داریم، باور کنید قریب از 70 دانه سوالم زیاد نزد ما موجود است و یک قسمی او را برای شما خواستم جواب بگردانم. و در داخل این سوالها خیلی با سوالهایی که زیادی و نادرکارم بودن، اونها را ما بیره کردیم، به اونها جوابم نمیگیم. و بعضی از برادرهای ما و شما بعد این قدر دعوت‌هایی که در باب فضیلت مسجد ما سخنها گفتیم، باز البته یک سخنهای نسبت مسجد گفتن که او آدم‌ها همه گناهگار هستند. انشاءالله از سوالی 3 سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد را برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبت بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند، البته جوابش به شما میگردانیم. السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوالی من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردن. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز 7 ختنه کرده شود. در روز 7 ختنه کرده شود
در روز هفتم تولد همین فرزند نام گذاشته شود. در روز هفتم همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم، دست ما نرسد. و در روز همین هفتم باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخوریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز هفتم تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در 7 نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است، سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادن که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست، این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آنچه که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل ده خبر داد که از بعد من پیغمبری میآید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. یعنی امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتاب‌هایی که الک منسوخ شدن، کتاب‌هایی که تغییرات زیاد در داخلشون هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتون. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز
این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه، بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چقچقی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینها فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است: لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم. لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریال مس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم، پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند. اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشیند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنن. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است. السلام علیکم داملای مهربان. از این سوال من آزرده نشوید، زیرا که این مسئله ها باعث شبهه در دل انسان قرار میگیرد. با احترام، مخلص شما از واسه. خداوند در کدام مکان و مقام جای دارد؟ بعضی ها میگویند که او در عرش است. التماس به ما فهمانید. مکان خداوند در کجاست؟ میگردیم به تاریخ حضرت امام ابو حنیفه. حضرت میگوید بار خواب دیدم یک خوک میخواهد که بدن خود را در پوست یک درخت، در تن یک درخت مالد، لیکن شاخچه های همون نوده های همون درخت
این خوک را چنان زدند که از پیش درخت دور شد. در خواب دید میگه حضرت امام. وقتی میگوید بیدار شدم نزد استاد خود حضرت حماد آمدم، بینی ابو سلیمان. نگاه کردم که استادم خیلی غمگین است، حالتش ناخوب است. با دل گذرانیدم که چی مصیبت بالای استادم آمدگی هست. از او پرسان کردم چرا حالت ناخوب داری؟ گو الحال گفت نزد پادشاه گفت یک گروه از بی خداها جمع شدند و با پادشاه میگویند که این طبیعتی که در دنیاست این از ماده به دنیا آمده است، این خدا نه آفریده است. و در دلیل های زیاد داریم. کدام عالمی که داری مرحمت با او عالم ما بحث میکنیم. حماد میگوید که این پادشاه مرا اختیار کرد. اما خدای داریم که وی با چشم نمیبینیم، خدای داریم که به دست وی قپیده نمیتوانیم. برای این انسان هایی که خدا ندارند با اینها چگونه من اثبات کنم؟ اینا چیزی را میبینن باور میکنن، چیزی را نبینن باور نمیکنن. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی آن است جوابش که جوابش ندهی. در آن کسی که قرآن دلیل میاری، حدیث دلیل میاری، وقتی باور نمیکند جواب او انسان خاموشی است، خلاص. ابو حنیفه میگوید در حال من تعبیر کردم که این خواب من با همین برآمد. یعنی این خوگه که من در خواب دیدم همان رئیسی بی خداهاست که نزد پادشاه وجود دارد و این درختی که این خوک خواست خود را در تن این درخت مالد، این درخت استاد من حماد است و آن نوده هایی که این خوک را زد این شاگرد او ابو حنیفه است. گفتن حضرت غمگین نشو، من با اونها بحث میکنم. اگر من بحث کردم و غالب آمدم میگویند خدا بر استاد این رحمت کنه و اگر مغلوب شوم میگویند که یک شاگرد خردککی بود و در دل مردم هیچ دیدگی پیدا نمی شود، زیرا من کودک هستم. و اگر شما مغلوب شوید این یک مصیبت در شهر کوفه می شود. حضرت برای ما یک دعای ده، ما با این بی خداها بحث میکنم. وقتی نزد این ملحدین رفت، یعنی آدم هایی که در نبودن خدا عقیده داشتن، این سوال اونجا پیدا شد. سوال کردن، 10 سوال دادن حضرت امام. گفتن همون خدایی که تو پرستیش میکنی در کجاست؟ حضرت گفتن این مکان ندارد، خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. گفتن برای ما یک مثال بیار. حضرت امام مثال آوردن. گفتن در یک ظرف اگر شیر باشد شما به من خبر دهید که آیا در ترکیب شیر روغن هست؟ گفتم بله روغن هست. این مسکه‌ای که ما و شما میگوییم. گفت آیا در کدام نقطه همین ظرف همان روغن وجود دارد؟ گفتن در تمام جزئیات این شیر روغن وجود دارد، یعنی در تمام ترکیب این شیر روغن هست. گفتند. حضرت امام گفتند مادامی که یک روغن در تمام جزئیات شیر که وجود داشته باشد، پس این خدایی که خالق این شیر است و خالق این دنیاست، پس وی در همه جا وجود داشتنش ممکن است. گفت ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. برای آنی که لامکانی خدا، برای خدا یک مکانی خاصه نبودن برای تو اثبات شود، فقط به جان خودت نظر کن. همین جان در کجای بدن هست؟ در همه جای بدن هست. خدا هم در همه گوشه چی هست؟ وجود دارد. از این خاطر باز سوال کردن. سوال چی بود؟
خدا با کدام طرف نگاه دارد؟ حضرت امام گفتند اگر شما در یک خانه تاریک یک شمع را گریان کنید، در گرانید، آیا روشنی همین شمع با کدام طرف میل دارد؟ گفتند با همه خانه. گفتند مادامی که یک شمع قدرت همه جا را روشن کردن داشته باشد، این آسمان زمین این یک پرتوی نور الهی است، با همه طرف خدای ما نظر دارد، همه جا را خدای ما می‌بیند. یعنی این گونه سوالها حضرت امام جواب دادند. از این خاطر برای خداوند مکان مخصوصی نیست و خداوند در همه مکان وجود دارد. السلام علیکم ناملای محترم. حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل می شود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین خوک ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد، قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد و دیگر نمود حشرات هایی که در زیر دریا هست. به قول حضرت امام ابو حنیفه که آیت را دلیل میکنند و یحر طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود، این خبائث میگویند. حضرت امام این دلیل کردند و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است، اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وی حرام است، وی را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد و مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است. و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریم شان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند، مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم داملای عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبیند و نیت نماز شب را میفهماندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس داملای عزیز و پررگی جواب دهید. با آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی‌معنی هست. امروز برای آنی که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه من ان شاء الله همه میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خودتان میبینین، سر و صورتتان درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعض حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موسفید های پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان را تماشا میکنیم، بدن خودمان را نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی هست، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتند وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین، با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید، و این خواب ترسناک شما از حساب وی است، در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم سخنای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردنتان، و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خوابی ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی رهدوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته. وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتند و علیهم و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم با کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشیم. شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد، شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد، در پیستان و شیر باشد، شیر او را جوشیده گیرین، شیر وی حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفن شد درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره را میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است. و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره را میگویند که همه وقت تکرار کنی سرویس میشوی. التماس دامنای عزیز اینها را به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدند. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، اون چیزی که گفتی همش حقیقت داره. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است، فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر 4 این ائمه اربعه، نزد 4 مذهب اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است، یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود، حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش 3 روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاود، زیرا همون حیوان های هستند، همه اونا را خدا برای ما آفریده است. اختهشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما آنها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه‌هایی که هسته چقدر یک خاصیتی خوبی آورده است که بجای همین تکنیک‌های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند، جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد،
در حال شما می توانید که شکم او را پاره کنید. البته برای این با متخصصا لازم است. پاره میکنند و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند: ای امام، آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتند: بله، یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتند: چی فتوا دادی؟ گفت: بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم، این فرزند گیریم؟ گفت: بله. گفتند حضرت امام گفتند: بله، شکم او را پاره کنیم، فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتند امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. یعنی مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم: آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها دا میشکند، چهره هاشون دا میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارند. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا میشود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره‌های همونها دیگرگون است. چهره‌های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره‌ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره‌ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعتی 3 و 4 خیز به سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارند، لیکن معنای خیلی خوب دارند، معناش پر ره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او
بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده. خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طلا و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست. وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفتون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست. شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال است. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها میآید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود، با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب، تسبیح گردانین. از گپ بیهوده همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیدتان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن جایی که حجر الاسود ایستادگی هست و همون حجر الاسود گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دست تو هیچی نمی آید.
السلام علیکم آبای داملا. همین سوال ما رو با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم. اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست. من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا، من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتویند، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشان گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پی یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشید. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباست در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است. در دوره های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب ها را خواندم، تماشا کردم. اونها هم برای اونها روز نامبارک روز چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روز چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است. حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه، کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت. ما و شما را این جاهلیت محروم میکنه، نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالان که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه، یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. ای بندگان من، خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین. هر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید. شما از اینها نترسید. ماه سفرم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین. هیچ چی بلا ندارد، هیچ مشقتی ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد
پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات و اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینها را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز را میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما، ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. الان که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پرره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کسیته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کسیت 40 باز اجازت دادید موسیقی را. این را با ما پورا فهمانید، زیرا پیروی شما هستید. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردانید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنید، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنید، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاده دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام آبادی همو فرزندها نمی شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند.
برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ تویهاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. این کار ما